به خاطر دفاع از وطن. تمام آیات قرآن را بردارید نگاه کنید، احادیث رسول الله را ببینید، آیا یک جا جهاد از وطن هست؟ دفاع از وطن هست؟ و جاهدوا فی سبیل الله، جهاد در راه الله باشه. و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله. عزیزان من، اگر تنها دفاع از سرزمین و وطن می بود، تمیم انصار به افغانستان نمی آمد، وطنش مدینه منوره بود. اگر تنها دفاع از سرزمین و وطن می بود، ابو ایوب انصاری در سرزمین ترکیه در منطقه قسطنطنیه در اونجا دفن نمی شد. پس تمام کره زمین از آن خداست، باید بندگان خدا حکومت کنند. و ان الارض لله، زمین از خداست، زمین از خداست، باید بندگان الله در روی زمین حکومت کنند. اگر تمیم انصار و جابر انصار، سعد ابن ابی وقاص را ببینیم، حتی در سرحدات چین دفنه. این مسلمان ها اصحاب پیامبر، آیا اینها جنگ اینا به خاطر سرزمین بود؟ آیا جنگشان به خاطر دفاع از وطن بود؟ اگر وطن بود که جزیره العرب وطنشان بود، اگر سرزمین بود جزیره العرب سرزمینشان بود. دشمنان اسلام آمدن به ما جغرافیه ساختن، ایران و پاکستان و بالاخره هندوچین ساختن. دشمنان اسلام عربستان و ازبکستان و تاجیکستان و فلانستان ساختن. عزیزان و بزرگواران، وقت صدای حق بلند میشه، برای امتی اسلامی دیگه مرز اهمیت نداره. برای مسلمان ها همه ملت واحدن. به خاطر دفاع از صحبت‌های هفته گذشته، خیلی از علما و بزرگانی از ایران، از سیستان و بلوچستان، جوانان مؤمن و مخلص از تاجیکستان، از کشورهای مختلف پیام دادن که فلانی ما از منبر حق و حقیقت دفاع میکنیم. این تواغیت هستند که مرزها را ساختند، مگر اسلام مرز را نمیشناسه؟ انما المؤمنون اخوه، به درستی همگی مؤمنین برادر یکدیگر هستند. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. مجاهد از الله چی میخواهه؟ اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم، امیدوار به رحمت الله هست. اینهایی که پا برهنه، شکم گرسنه، تمام دردها و رنجها را به خود میخرن، اینها چی میخواهن؟ الله میفرماید اولئک یرجون رحمت الله، اینها رحمت پروردگار عالم را جستجو میکنن، اینها فضل الله را جستجو میکنن. او ذاتی که غفور و رحیم هست. سوره بقره آیه 193 الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که جهاد به خاطر چیست؟ به خاطر چی هست؟ به خاطر دور ساختن فتنه هست، به خاطر خاموش ساختن فتنه هست. امروز که بین امت اسلامی فتنه های بزرگ ایجاد شده، به خاطر که امروز شمشیر خالد ابن ولید در ترکیه در پشت شیشه ها به عنوان موزیم قرار داده شده. تا زمانی که شمشیر خالد ابن ولید بر حلقوم الظالمان و ملحدین گذاشته نشه، این فتنه ها برداشته نمی شود. الله می فرمایه وقاتلوهم، شما بجنگید، بکشید کفار را، حتی لا تکون فتنه، تا فتنه در روی زمین نباشه، تا شرک نباشه، تا کفر نباشه، تا الحاد نباشه، تا خرافات و بدعات نباشه. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، دین از آن الله هست. امروز چقدر قانونهای ظالمانه در دنیا و کشورهای اسلامی گذاشتن و پارلمانها و تواغیت آمدن در مقابل احکام الهی، امروز قانون گذاری میکنن.